салом бинандагони азизи телевизиони Баҳористон, ин барнома интеллект аст ва мо тасмим гирифтем ки дар ин барнома бо хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3-юми ноҳияи шаҳри нав сабқати дониш кунем. айни замон хонандагон омода ҳастанд ки дар ин барнома ширкат варзанд. моро ҳамроҳӣ кунед. марҳамат, худро маърифӣ кунед. من شایمردنova مفتونه خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 به نام عبدالرحمن جامی میباشم. آماده هستید که در برنامه اینتلکت اشتراک کنید؟ البته. پس توجه کنید، 10 سوال به شما پیشنهاد می‌گردد. سوال یکم، واحد خردترین اِوالوسیا چیست؟ واحد خردترین اِوالوسیا را پاپولاسیا می‌نامند. این سوال از کدام فن تعلیمی بود؟ واحد خردترین اِوالوسیا از فن بیولوژی. بیولوژی؟ سوال دیگر به شما پیشنهاد می‌گردد کدام المنت‌های شیمیایی با گروه میکروالمنت‌های حجره داخل می‌شوند؟ با گروه میکروالمنت‌های شیمیایی سلن، بروم و آهن داخل می‌شوند. باوری دارید؟ باوری کامل دارم. باوری کامل دارید. سوال سوم، توجه کنید. کدام بافته حرکت ارگانیسم را تامین می‌کند؟ بافته‌های موشکی حرکت ارگانیسم را تامین می‌نمایند. باز کدام بافته‌ها را می‌دانید؟ بافته‌های نمی‌دانید؟ فیتونسیدها را کدام ارگانیسم خارج می‌کند؟ فیتونسیدها را اساساً رستنی‌ها خارج می‌نمایند. رستنی چی است؟ رستنی همون سبزه، علف، همه چیزها را رستنی داخل می‌شوند. آنها اصلاً برای تامین آمدن اکسیژن در سیاره زمین خدمت می‌نمایند. خب قبول می‌کنید. و سوال دیگر، در ارگانیسم کم شدن ویتامین‌ها را چی می‌نامند؟ در ارگانیسم کم شدن ویتامین‌ها را ویتامینوز می‌نامند. ویتامینوز. خب قبول می‌کنیم. و سوال دیگر به شما پیشنهاد می‌شود در کدام قسم گوش موج‌های صدا لپیش را به وجود می‌آورند؟ نقره پرده گوش. چگونه است؟ مثلا در یگان جا آواز یگان چیزی یگان بک میزنیم، آوازی بلندی یگان لپیش را به گوش ما میرسونه، یعنی به معنی سر ما روان می‌نهد. خب باشد. کدام شیرخواران معده مرکب دارد؟ شیرخوارانی کفش کنندگان. با گروه کفش کنندگان چیا داخل می‌شوند؟ اساساً به گروه کفش کنندگان گاوها، حیوانات خانگی، بعضی از حیوانات خانگی و آهوان و بعضی از حیوانات دشتی داخل می‌شوند. آنها یکم علف را استعمال نموده به معده یکم داخل می‌نمایند. بعد از آن که معده‌شان پر شد دم می‌گیرند، یعنی کمی توقف می‌کنند و آهسته آهسته خوراک خورده‌شان را به دهان آورده خویده باز به روده دوم داخل می‌نمایند تا که حل کند. تشکر. سوال دیگر، شکل نولی پرنده از چی وابسته است؟ شکل نولی پرندگان اصلا از طرز خوراکخوری آنها وابسته میباشد. عموما این عالم پرنده حیوانات را شما در کدام فنی تعلیم می‌آموزید؟ در فن زئولوژی. ریشه کدام وظیفه را اجرا می‌کند؟ وظیفه اساسی ریشه از مستحکم داشتن رستنی در خاک میباشد. اینچنین ریشه ماده‌های ارگانیکی و غذایی را به پایه‌های رستنی داخل روانه می‌سازد. باوری دارید شما؟ بله. پس قبول می‌کنیم. و سوال نهایی، کدام ماده غیر ارگانیکی میباشد؟ در اینجا واریانت‌ها نیز برای شما پیشنهاد می‌شود. آب، آهر یا اینکه روغن؟ آب؟ چگونه ماده است؟ ماده غیر ارگانیکی. غیر ارگانیکی. 10 سوال پیشنهاد کردید و پاسخ شنیده شد. تا کدام اندازه پاسخ‌های پیشنهاد شده شما درست هستند در انجام برنامه معین می‌گردد. خوش آمدید. تشکر که در برنامه اینتلکت اشتراک کردید. تشکر زیاد. مرحمت، خود رو معرفی کنید. نوعی من سنگینوف اسماعیل باشم، خواننده صنف 9 به مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 3 به نام عبدالرحمن جامی میباشم. خب علاقه شما صنف 9 هستید. انتخاب کسب کرده؟ انتخاب کسب حالا خوب فکر نکردم، اما امیدوارم که در آینده همچون برقچی فعالیت نمایم. تشکر. ما امید میکنیم که متخصص خوب میشوید. 10 سوال پیشنهاد میشود در برنامه اینتلکت. شما باید کوشش کنید که به سوالات پاسخ گردانید. سوال یکم، واحد خردترین اِوالوسیا چیست؟ واحد خردترین اِوالوسیا این پاپولاسیا میباشد. باوری دارید؟
بله باوری دارم. خب سوال دوم به شما پیشنهاد می شود کدام الیمنت های شیمیایی به گروه میکرو الیمنت های حجیره داخل می شوند؟ الیمنت های آهن و بروم. خب سوال دیگر کدام بافته حرکت ارگانیسم را تامین میکند؟ حرکت ارگانیسم را بافته موشکی تامین می نماید. باز کدام بافته را میدونی؟ به این سوال هم پاسخ ندارم. خب سوال های دیگر رو شما کوشش کنید که جواب دهید. سوال چهارم فیتونسیدها رو کدام ارگانیسم خارج میکنه؟ فیتوسیدها را بیشتر رستنی ها خارج میکنند. خب رستنی ها. سوال دیگر در ارگانیسم کم شدن ویتامین را چی مینامند؟ در ارگانیسم کم شدن ویتامین را اویتامینوز مینامند. ویتامینوز از کجا میدونید؟ این رو یک بار در این برنامه دیده بودم، از یک شبکه دیده بودم این رو. خب قبول میکنیم باشد. در آخری برنامه نتیجه گیری می شود درستی پاسخ شما. سوال دیگر در کدام قسم گوش موجهای صدا لپیش را به وجود میارند؟ لپیش را بیشتر نغاره پرده گوش به وجود میارد. از کجا میدونید پس که نغاره پرده گوش لپیش را به وجود میارد؟ این را همین در کتاب خوانده بودم. در کتاب خوانده بودید. قبول میکنیم. سوال دیگر کدام شیرخوران معده مرکب دارند؟ اویله شیرخوران را به بیاد بیارید شما. این اویله شیرخوارانی کفش کنندگان میباشند که با آنها گاوها اسب‌ها داخل میشوند. گاو اسب کفش میکنه؟ نه. پس کدام هستند کفش کنندگان؟ بیشتر گاو کفش میکند که اول آن در معده یکم خود و بعداً غذای خود را در معده دیگری خود هضم میکند. خب تشکر. سوال هشتم شکل نولی پرنده از چی وابسته است؟ شکل نولی پرنده اثر غذاخوری آن وابسته میباشد، چون که آنها بیشتر چهارمغز را استعمال میکنند که نولی آنها تیز میباشد و آن را شکسته میخورند. تنها چهارمغز استعمال میکنند؟ میوه های خشک. خب ریشه کدام وظیفه را اجرا میکند؟ وظیفه اساسی ریشه این در خاک مستحکم نگاه داشتن رستنی ها و درختان میباشند و باز وظیفه دیگری آن این با آب و ماده‌های غذایی تامین نمودن رستنی و درختان میباشد. خب رسیدیم به سوال نهایی برنامه اینتلکت با شما. سوال دهم کدام ماده غیر ارگانیکی میباشد؟ آب، آهن یا روغن؟ آب ماده غیر ارگانیکی میباشد. شاید روغن باشه؟ نه این آب میباشد، چون که در همین فن بوتانیکا بسیار همین معلومات آورده شده است. بوتانیکا؟ بله. بوتانیکا این که شیمیا؟ در بوتانیکا هم نیست، این را من خوانده بودم در فرمولای آب میدونی شما؟ پدرش دعا میباشد. خب تشکر که در برنامه اینتلکت اشتراک کردید. بینندگان عزیز دیگر خوانندگان ما را انتظار هستند. به نزد آنها میرویم و سوال‌های امروزه را با خوانندگان پیشنهاد می‌نماییم. سریناز شما کدام فن‌های تعلیمی را دوست می‌دارید؟ من فن‌های بیولوژی و فیزیک را دوست می‌دارم. خب در برنامه اینتلکت 10 سوال با شما پیشنهاد می‌شود. رود و پاسخ نگردانید چی؟ من بیشتر کوشش می‌نمایم که کتاب‌های بدیهی و این تعلیمی را از بر نمایم، چون که با تمام سوال‌های داده شده جواب گردانم. این باشد سوال به شما پیشنهاد می‌گردد. خب سوال یکم چنین است. واحد خردترین اِوالوسیا چیست؟ واحد خردترین اِوالوسیا این پاپولیاسیا میباشد. پاپولیاسیا از کجا می‌دونید؟ چون که ما بیشتر در فن شیمی و این فیزیک معلمان با ما بیشتر درباره واحدهای خردترین این الیمنت‌ها با ما معلومات می‌دهند. خب سوال دیگر کدام الیمنت‌های شیمیایی به گروه میکرو الیمنت‌های حجیره داخل می‌شوند؟ با گروه میکرو الیمنت‌های حجیره سلن، بروم و آهن داخل می‌شوند. آهن نیز داخل می‌شود؟ بله. باوری دارید؟ بله. سوال دیگر کدام بافته حرکت ارگانیسم را تامین می‌کند؟ حرکت ارگانیسم را بافته موشکی تامین می‌نماید. باز کدام بافته ها را می‌دونید؟ این بافته اپیتلی وصل کننده را من می‌دونم. بافته اپیتلی وصل کننده. سوال دیگر فیتونسیدها را کدام ارگانیسم خارج می‌کند؟ فیتونسیدها را رستنی‌ها خارج می‌نمایند.
سوال دیگر، در ارگانیسم کم شدن ویتامین را چی می‌نامند؟ در ارگانیسم کم شدن ویتامین را اویتامینوز می‌نامند. در کدام قسم گوش موج‌های صدا لپیش را به وجود می‌آورند؟ در قسم نقاره پرده گوش صداها را بالا پیش می‌دارد. سوال دیگر، کدام شیرخوران معده مرکب دارند؟ شیرخورانی که کاوشه می‌نمایند آنها معده مرکب دارند. اول هنگامی که آنها خوراک را به دهان میبرند اول به معده یکمی آنها میرود و هنگامی که معده آنها پر شد باز به دهان برمیگردد و سپس به معده دوم میرود چون که آنها باید هضم خوراک نمایند. خب با فکر شما همه کفش کنندگان دو معده دارند؟ بله. خطا نمیکنید؟ نه. خب قبول میکنید؟ شکل نولی پرنده از چی وابسته است؟ شکل نوری پرنده به طرز غذاگیری آنها وابسته می باشد. از طرز خوراک خوریشان. ریشه کدام وظیفه را اجرا میکند؟ ریشه وظیفه در خاک مستحکم نگاه داشتن رستنی را اجرا می نماید و این چنین تمام ماده های غذایی که در زمین می باشد جبیده به رستنی می دهد. خب سوال نهایی آخران، کدام ماده غیر ارگانیکی می باشد؟ آب، آهر یا روغن؟ آب. بله. چگونه شما اثبات میکنید؟ چون که هنگامی که فتوسینتز در روند فتوسینتز در رستنی ها میگذرد از ماده های غیر ارگانیکی آب ماده های ارگانیکی را حاصل می نماید. خب از برنامه امروزه ما چی گرفته؟ من یک چند سوال هایی که می دونستم این چنین دانش خود را تکمیل دادم و باز می خواهم که در این برنامه اشتراک نمایم. خب تشکر، مرحمت به درس رایید. مرحمت خود را معرفی کنید. من خورمزاده شهزاده خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 به نام عبدالرحمن جامی می باشم. شهزاده، دوره تحصیل رو شما چگونه گذرانده؟ ما دوره تحصیل را ما با عائله خود گذراندیم و با عائله خود به سیاحت ها رفته خوب گذراندم. خب این که باشد آغاز کردید سال تحصیلی نو رو. اکنون در برنامه اینتلکت با شما سوال جواب میکنیم. آماده هستید؟ بله. سوال یکم، واحد خردترین اِوالوسیا چیست؟ واحد خردترین اِوالوسیا را پاپولاسیا مینامند. چی مینامند؟ پاپولاسیا. پاپولاسیا. سوال دیگر، کدام الیمنت های شیمیایی به گروه میکرو الیمنت های حجره داخل می شوند؟ با آنها داخل می شود سلن، بروم و آهن. بروم چیست؟ بروم این یکی از الیمنت ها می باشد، الیمنت های شیمیایی. شیمیایی. و پاسخ شما نادرست باشد چی؟ نه، درست است. درست است. بله. سوال دیگر، کدام بافته حرکت ارگانیسم را تامین میکند؟ بافته موشکی. چگونه بافته است این موشکی؟ این بافته موشکی بافته است که اما حرکت ارگانیسم را تامین میکند. باز بافته های دیگر نیز هستند اما همین بافته موشکی حرکت ارگانیسم را تامین میکند. خب قبول میکنیم. سوال دیگر، فیتونسیدها را کدام ارگانیسم خارج میکند؟ با فکر من رستنی ها. رستنی ها. رستنی چی است؟ رستنی اما رستنی ها گل ها همه رستنی هایی که در روی زمین میرویند یعنی از برگ، ریشه، پایه و گل و تخم عبارت می باشند. خب در ارگانیسم کم شدن ویتامین ها را چی می نامند؟ در ارگانیسم کم شدن ویتامین ها را اویتامینوز می نامند. اویتامینوز. سوال دیگر، در کدام قسم گوش موجهای صدا لپیش را به وجود می آورند؟ نقاره پرده گوش. چگونه است همین لپیش؟ هنگامی که از بیرون یگان آوازی بلند مثلا اما آوازی هر گونه اسباب هایی که به یکدیگر میزنند آوازی بلند میبرند از نقاره پرده گوش ما میفهمیم که اما آوازی بلندی آن رنگ آوازی بانگ می آید. کدام شیرخوران معده مرکب دارند؟ گروه شیرخوران؟ به گروه شیرخورانی کفش کنندگان. مثال گاو، بوز یعنی اینها کفش میکنند. اول آنها خوراک را به دهان میبرند و پس خوراک خوردهشان به معده یکم اول میرود و بعدتر باز به دهان میگردد و آنها کفش کرده به معده دوم روانه میکنند. خر نیز کفش میکنند؟ بله. حق؟ بله. خب تشکر. باشد قبول میکنیم.
سوال دیگر، شکل نولی پرنده از چی وابسته است؟ از طرز خوراکخوریشان، یعنی همه پرندگان هر گونه خوراک میخورند و از همین نولهای آنها از یکدیگر فرق میکنند. خب چند پرنده را نام بر کنید؟ مثلا کبوتر، عقاب، موسیچه و دیگر پرندگان خرد و کلان. کبوتر میپرد؟ بله. خب قبول میکنیم باشد. ریشه کدام وظیفه را اجرا میکند؟ ریشه رستنی را در زمین مستحکم نگاه می‌دارد. سوال دهم، کدام ماده غیر ارگانیکی می باشد؟ با ماده غیر ارگانیکی این آب می باشد. بله. فرمولش چگونه است؟ H2O. H2O. از برنامه ما چی گرفتید؟ من از این برنامه با خود بسیار من چیزی که نفهمیده بودم آنها را فهمیدم و علم خود را زیاد کردم. تشکر که در برنامه ما اشتراک کردید. آماده هستید که در برنامه اینتلکت اشتراک کنید؟ بله. سر اول خود را معرفی میکنید؟ من سعید و زلیخا خواننده صف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 به نام عبدالرحمن جامی میباشم. خب سوال‌ها به شما پیشنهاد میشود. واحد خردترین اِوالوسیا چیست؟ این پاپولیاسیا میباشد. آفرین، پاپولیاسیا. کدام المنت‌های شیمیایی به گروه میکروالمنت‌های حجره را داخل میشوند؟ سلن، برون، آهن. کدام بافته حرکت ارگانیسم را تامین میکند؟ بافته‌های موشکی. فیتونسیدها را کدام ارگانیسم خارج میکند؟ رستنی‌ها. در ارگانیسم کم شدن ویتامین ها را چی مینامند؟ ویتامینوز. کدام فن تعلیمی است؟ از فن بیولوژیا. بیولوژی معلوم است که شما خواندگی هستید. در روند درس و زود پاسخ گردانده ایستاده. سوال ششم به شما پیشنهاد می شود. در کدام قسم گوش موجهای صدا لپیش را به وجود میارند؟ این نقاره پرده گوش. نقاره پرده گوش. کدام شیرخوران معده مرکب دارند؟ کفش کنندگان. حیوانات داخل میشن؟ گاو، بز و گوسفند و دیگر نمودی حیوان‌هایی که کفش میکنند. شکل نولی پرنده از چی وابسته است؟ از طرز خوراکخوریشان. ریشه کدام وظیفه را اجرا میکنه؟ ریشه رستنی را در امان خاک مستحکم می‌دارد. کدام ماده غیر ارگانیکی میباشد؟ آب، آهر یا روغن؟ آب. ما این را در فن شیمی خوانده بودیم. تشکر که در برنامه امروز اشتراک کردید. سوال و جواب در همینجا با شما به انجام میرسد. بینندگان عزیز، برنامه نوبتی اینتلکت در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه شهرینو به انجام رسید و در این برنامه 5 نفر خوانندگان این مؤسسه اشتراک کردند و نتیجه ها چنینند. مفتون شاهی مردان و خواننده صنف 9 توانست که به 10 سوال 10 پاسخی درست گرداند. احسان سنگینو نیز توانست که به همه سوال ها پاسخ گرداند. سرویناز نظروا نیز به همه سوال ها پاسخی درست گردانید. خرمزاده شهزاده نیز توانست که به 10 سوال 10 پاسخ گرداند و زلیخا سعیدова نیز توانست که به 10 سوال پاسخی درست گرداند. یعنی همه خوانندگان در برنامه امروز فعالانه اشتراک کرده به سوال ها پاسخ های درست گردانیدند. این بود برنامه نوبتی. خیر، تنصیحت و خانه آباد باشید.